دعا مغز عبادت هست. تضرع و زاری مغز عبادت. یعنی شما وقت دعا می کنید، این دعا از تمام عبادت شما بیشتر مورد توجه الله، مورد خوشنودی الله. چرا که این تضرع، این احساس نیاز، این عاجزی و درماندگی، این راز و نیاز، این مناجات. معلوم میشه که مناجات را، راز و نیاز را، تضرع و زاری را از هر چیزی الله بیشتر میپسند. خدا را به زبان خودتون راز و نیاز بکنید. لازم نیست که دعاهای شما به زبان عربی باشند. شما عربی بلد باشید. بله دعاها که در کتاب و سنت آمده است، اگر همون دعاها را کسی بخواند خیلی خوب است، ولی تضرع زمان پیدا میشه که معنای دعا را خودش بفهمه که من چه دعا میکنم و او به زبان خدا همه زبانها را میفرماید من میدانم. شما به هر زبانی که زبان مادری شما هست خدا را فریاد بزنید، خدا دعای شما را قبول میکنه، دعای شما را مورد توجه قرار میدهد. و اصل اینه که در دل شما تضرع باشه، در دل شما عاجزی باشه. بعضی میگن که دعاهای ما قبول نمیشه. اشتباهه. دعا را الله قبول میکند، دعای همه را قبول میکنه، دعای گناهگار را قبول میکنه، دعای صالح را قبول میکنه. هر بنده که حالت تضرع پیدا بکنه، زاری پیدا بکنه، راز و نیاز بین خدا و بنده دعای، ولهذا به کثرت باید دعا کرد و امیدوار بود که دعا قبول میشه. نگید خدا دعا را قبول نمیکنه. خدا دعا را قبول میکنه، ولی وقتی که شما عاجزی میکنید، دعا میکنید، الله تعالی به این را دوست داره که شما بیشتر دعا کنید، هنوز دعا کنید، خسته از دعا نباشید. دیگه ثمرات داره. شما برای دیگه حاجت دعا میکنید، خدا از یک بلای بزرگتر شما را نجات میدهد. شما به دعاهای شما دیگه مشکلات حل میشود. دنیا داره هم این دعای شما، برای آخرت هم داره این دعا. دعا مهمه.